بسم الله الرحمن الرحیم. خب الحمدلله رسیدیم به جلسه دوم از سیمای صحابی بزرگوار، بانوی بزرگوار، ستاره از ستارگان آسمان عصر رسول خدا صلی الله علیه و سلم، آسمان هدایت، شاگردی از شاگردان نجات یافته عصر اولیه دعوت اسلامی. بله، عاتکه بنت زید اشاره کردیم. پدر ایشون از موحدان بود، زید ابن عمرو، یعنی به آیین حنیف برگشته بود قبل از اسلام و از بت پرستی و شرک و خرافات خودشو دور کرده بود و مقابل مشرکین حتی خودشو قرار داده بود و اعتراض میکرد به بت‌های اونها که کنار بت‌ها قربانی میکردن و قربانیانی که کنار این بت‌ها و به نام غیر الله بود نمیخوردیشون و اشاره کردیم به اشعارش و اندیشه‌هاش و گفتیم عاتکه بنت زید خب برادرش سعید ابن زید جزء عشره مبشره. دایی ایشون کیه؟ طلحه ابن عبیدالله هست. خب ایشون هم جزء عشره مبشره هست و تعدادی دیگه از برادر و مثلا خواهر، اینا که همه جزء اصحاب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هستن، مادرش اینها. نکته‌ای که اینجا در این داستان داشتیم تا اینجا بود که گفتیم ایشون خب هم در این خانواده دارای فهم و شعور و شعر و دانش و ادب شده بود، خرد، جزء اولین کسانی بود که به کاروان اسلام رو آوردن، مسلمان شد. و خب همسر ایشون کی بود؟ گفتیم که عبدالله ابن ابوبکر رضی الله عنهما. و خب به خاطر اون زیبایی و رجحان عقل و بسای دیانت و همه مواردی که نقل شده، گفتیم مورخین از ایشون به عنوان یک زن مؤمنه دارای محاسن نیکوی فراوان و عبادت نقل میکنن. خب در یک چنین فضایی خب عبدالله ابن ابوبکر خب طبیعیه که یک چنین همسری براش بتونه همسر خیلی برگزیده باشه. اما اشاره کردیم به اینکه به مرحله‌ای رسیده بود که وابستگی عبدالله ابن ابوبکر نسبت به عاتکه بنت زید زیاد شده بود. وابستگی به گونه‌ای شده بود که از بعضی از امور دعوی دین و عبادی، مثلا مثل نماز جماعت یا برخی چیزا، نقل شده که گاهی سهل‌انگاری رخ داده از ایشون. ابوبکر صدیق که دیدیم این وابستگی خیلی زیاد شده، از خوف این که مبادا پسرش غرق مثلا محبتی بشه که جای محبت خدا رو بگیره. و خب پسر هم گاهی شاید متوجه موارد نبود، گفت پدر چاره دیگه نیست تو این که جز این همسرتو طلاق بدی. انسان دیگه. نگاه کنید، ما نکته‌ای که در تاریخ صدر اسلام داریم میآموزیم که چگونه انسان‌ها از جاهلیت به اسلام روی میارن، گام به گام تربیت میشن، گام به گام رشد میکنن. گاهی ممکنه دچار افراط بشن، زیاده روی بشن. عبدالله هم خب اینجا چاره دیگه نداشت، یا باید نافرمانی پدر رو میکرد یا اینکه بالاخره جدا میشد از همسرش، و این بود که ایشون یک طلاق همسرش رو داد، عاتکه بنت زید رو. اما کار به همینجا تمام نشد. ایشون در فراق و دوری همسرش بالاخره مریض شد، لاغر شد، مثل هر کسی که نسبت به محبوب خودش دور میفته. اشعاری هم نقل شده از ایشون که اشاره میکنه از فراق و دوری اهل بیت خودش، خانواده خودش. اینجا اهل بیت منظور همسر، ان فراقی اهل بیتی جمیعهم علی کره منی لاحد العزائم، و این موارد رو ایشون نقل میکرد و اینکه من در خوابها ایشون رو میبینم و بالاخره یک فاصله بین اینها افتاده بود. عبدالله خودشو به رنج انداخت از دوری از عاتکه، از اینکه از عاتکه جدا شده بود و خیلی به شدت از این مسئله رنج می‌برد، قصه می‌خورد، چرا که دچار یک شرایط خاص شده بود. آثار غم و اندوه در چهره عبدالله مشخص بود، حتی ضعیف شده بود تا این اندازه، تا اینکه یه روز ابوبکر متوجه شد که عبدالله داره شعر میخونه. شعری میخونه، مثلا شعرهای سراسر محبت و دوستی و علاقه، حالا به اصطلاح ایرانی‌ها میگن عاشقانه. اعاتک لا انسا که محبت الصبا، عاتکه من نمیتونم تو رو فراموش کنم وقتی که باد صبا میوزه، ما ناح قمر الحمائم متوقع، وقتی که اون قمری که دارای یا پرنده کبوتری که حلقه رنگینی در دور گردنش داره وقتی که میخونه من بیاد تو میافتم. اعاتک لا انسا که ما حجرا، که اون که اشاره میکنه که کسی که وقتی برای حج میره، سفر میکنه، من باز نمیتونم تو رو فراموش کنم. لا لاح نجم فی السماء معلق، ستاره‌ای که در آسمان میبینم باز هم من نمیتونم، یعنی به یاد تو میفتم، در یاد تو هستم. اعاتک قلبی کل یوم و لیله الیک بما تخفی النفوس معلق. نگاه کنید یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم چه ذوق شعر و ادبی هم داشتن. اینا خیلی قویه، این اشعار به اصطلاحاً سراسر محبت و دوستی، حالا به اصطلاح ما عاشقانه. ای عاتک قلب من صبح و روز، هر روز و شب برای
تو میتپه مثلا و نمیتونم این رو فراموش بکنم، گویا که جان من به جان تو متصل شده. لولا اتقاء الله فی حق والدین، اگر به خاطر ترس از خدا نبود و رعایت حق پدر و طاعتی که باید از پدرم اطاعت میکردم، ما کان من التفرق، و امکان نداشت که بین ما فاصله و جدایی بیفته. ابوبکر صدیق این رو شنید. حالا میگن گاهی رو پشت ما بود، این در حیات میخونه، حالا جزئیات برای ما مهم نیست اینجا، ولی شنید که داره پسرش این رو میخونه، متوجه شد که خب چه اشتباهی کرد، احساس پدر پسر رو درک کرد. ببینید این نکته اینجاست و فهمید که پسرش خیلی به عاتکه متعلق شده، وابسته شده. دل ابوبکر اینجا نرم شد نسبت به این مسئله و اجازه داد به پسرش که دوباره بره مراجعه کنه برای ازدواج با اون. اجازه داد دوباره برای ازدواج با اون بره اونجا مراجعه بکنه. خب اینجا بود که دیگه عبدالله ابن ابوبکر خوشحال شد و از پدرش هم تشکر کرد و دوباره رفتن برای خواستگاری و دوباره ازدواج صورت گرفت. و خب اینا رو در اشعاری همجوری نقل شده و شروع کرده بود داشت میخوند این اشعار که دیگه دوباره میام شادمانی برای اینکه دوباره بعد از این فراق وصال پدید اومده. خب دوباره این دفعه زندگی جدید اومد، اما با این تفاوت که خب هم ابوبکر صدیق متوجه این حالت شده بود که بالاخره جبران کرد، هم این که از طرفی اونها بیشتر درک کردن که حقیقت زندگی رو یه مقداری بیشتر درک بکنن، کمتر تو قالب‌های مثلا رابطه و وابستگی‌های قرار بگیرن نظر روحی که از امور زندگی انسان باز بمونه، چرا که انسان باید در تعادل طبیعی زندگیش باشه. اما بالاخره این صفحه زندگی همین گونه گذشت و اینها خوشبخت بودن تا اینکه بالاخره عبدالله با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به سمت طائف رفتش. در اونجا تیری از سمت دشمنان اومد به عبدالله خورد. خب عبدالله زخمی شد. خوب داشته باشید عبدالله در اینجا زخمی شد و از این زخم ایشون همیشه دچار ناراحتی بود تا اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله از دنیا رفت و 40 روز بعد از اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله این دنیا رو ترک کردن به نزد رفیق اعلاشون رفتن، عبدالله ابن ابی بکر هم به شهادت رسید. یعنی با شهادت عبدالله ابن ابی بکر دیگه فاصله و جدایی افتاد بین عبدالله و عاتکه بنت زید. خب عاتکه هم رسای اشعاری رو در فراغ همسر خودش خوند و خیلی رسای خاص از رضیت به خیر الناس بعد نبیهم که بعد از پیامبر خدا من به خاطر بهترین مخلوق خدا من دچار مصیبت شدم، بعد ابی بکر ما کان قصرا که بعد از ابوبکر اشاره میکنه به پسرش که من این رو از دست دادم و بالاخره همین موارد هم پی در پی چیکار میکنه ایشون نقل میکنه. اشعاری هست که دیگه خب ضرورتی نداره ما اینها رو اشاره بکنیم که ایشون میگه اذا شرعت فیه الاسنه خاضها الی الموت حتی یترک الرمح حمرا، اشاره به این موارد میکنه و حتی اشاره میکنه من دیگه خب با کسی هم نمیخوام ازدواج بکنم. چرا که اینجا مطلبی که نقل شده این بوده که عبدالله ابن ابوبکر حالا چه در برقی گفتن در اون حالت بیماری که بوده، بیماری که به مرگ منجر شده، برقی گفتن نه در ازدواج دومی که رخ داده که این راضی نمیشده باقی رو به عاتکه بنت زید میده، اونم به شرطی که دیگه ازدواج نکنه بعد از عبدالله ابن ابوبکر. البته در واقع یک مسئله غیر شرعی، چون انسان حق نداره کسی رو از یک ماجرای شرعی باز بداره، ولی خب روابط و عاطفه انسانیه. ما میخوایم این حالات رو ببینیم در بین شاگردان رسول خدا صلی الله علیه و آله. خب وقتی که ایشون بالاخره از دنیا رفت و گفتیم که حتی برق نقل کردن بحث اون باغ هست، عمر بعد از شهادت ایشون که بالاخره عده عاتکه گذشت رفت به خواستگاری عاتکه. عاتکه گفت من نمیتونم با شما ازدواج بکنم، بالاخره داستان من اینجوریه که من عهد کردم که این باغ من داده شده که من با کسی ازدواج نکنم. عمر سوال کرد و از جمله از علی ابن ابی طالب رضی الله عنه و علی کرار سوال کرد که چه باید بکنی به نظر تو؟ خب بالاخره مسائل شرعی است، یا عهد پیمانی هم رخ داده، انسان نباید پیمان ها رو بشکنه. علی گفت خیلی راحته، باغ رو بهش برگردونید و بالاخره باغ رو به خانواده ابوبکر برگردونید و از این سمت هم شما میتونید با ایشون ازدواج کنید، چرا که اون دیگه قرارداد اینجا منتفی شده. اینجا بود که دیگه عمر رضی الله عنه با ایشون ازدواج کرد و
و نقل شده که حتی حضرت علی به شوخی وقتی شبی که شب همون بالاخره عروسیشون بود اینا رفت پیش همین عاتکه بنت زید، بالاخره همون خدری بود یا چادر یا خیمه هر چی بود، گفت تو که میگفتی من دیگه ازدواج نمیکنم، این شعر رو گفتی افعالیت لا تنفک عینی سخینتون، من چشمام دیگه آرام نمیشه و فلان، علیک لا ینفک جلدی اغبرا، که من دیگه حاضر نیستم کسی دیگه پوست بدن منو لمس کنه جز تو. حالا چی شد؟ و این زد زیر گریه عاتکه بنت زید. عمر رو به علی کرد بابا خدا تو رو ببخشه چیکار کردی شب عروسی برای ما چنین داستانی درست کردی، میخوای بالاخره شرایط چیز کنی؟ و بعد رو عاتکه کرد بالاخره آرام بشه و صحبت تمام بشه. در هر صورت اینجا خیلی جالبه، در روایت دیگه اومده که عمر بهش گفت ما دعاک الی هذا ابو الحسن، تو قرار نبود برای اینکه بیای چنین این کار رو بکنی، چرا که همه زنها این گونه‌ان، بالاخره وقتی که ازدواج میکنن بعد از اینکه همسرشون از دست میدن بالاخره حق طبیعیشون است. واقعا جالبه که خود حضرت علی بعد میبینیم که عمر رو به دامادی خودش میگیره و ام کلثوم دختر حضرت فاطمه نوه رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو به همسری ابوبکر عمر در میاره. خب این نشون میده محبت ها، نگاه ها و چقدر جالب هست. تاریخ نقل میکنن که ازدواج عاتکه با عمر در سال 12 هجرت بود. تا همینجا این داستان رو داشته باشید، ادامه داستان رو میذاریم برای جلسه بعد. داستان شیرینه، ما بدونیم این لحظات رو، این روحیات که یاران و شاگردان رسول خدا صلی الله علیه و سلم دارای چه روحیاتی بودن، این نکنین میتونیم تشخیص بدیم اگه یک کمی خرد داشتیم، یک کمی روحمون صاف و پاک بود. ادامه داستان رو در جلسه بعد امیدواریم ان شاء الله بتونیم در خدمتتون باشیم. تا اون موقع خدایا رو نگهدارتون باشه.